خیلی از مشتریا دردسر فروش فن جیوه‌ای رو دارن. فن جیوه‌ای پلومو فروختن، راننده برده، برگردونده گفته خراب بوده. بیا اینجا بهتون بگم چرا این اتفاق میفته. خیلی مهمه که فن جیوه‌ای رو چجوری انبار کنی، چون اگر وارونه بذاری یا درست قرار نگیره و انبار نشه، جیوه داخلش خالی میشه، کار نمیکنه. این فن برای راننده ها هم یه دردسر بزرگ داشته. پلاتین زیر فن کثیف میشه، این باعث میشه که فن زیاد کار کنه. راه حل این موضوع پیش ماست. فن جیوه‌ای ما موجودش کردیم، برند تایلندیه. شما خیلی راحت میتونید فنتون رو احیا کنید. شما میتونید جیوه رو از این طریق تزریق کنید، ولی خب خیلی مهمه که این پلاتین حتما درست تنظیم بشه. شما فن بهر اصلی ترین افتر مارکت بازار ایرانه و روی ماشینا اورجینال همین فن بسته شد. حالا خبر خوب ما برای شما چیه؟ اینکه ما یک برند خوب برای شما آوردیم که با همون متریال و کیفیت و با همون طرز ساخت، یعنی مشابه اصلی اورجینال، 2 تا پیچ جهت احیای فن داره و ما این نوید رو بهتون میدیم که از مشابه اصلی بیشتر براتون کار کنه. فن کروزر رو بهتون معرفی میکنیم با قیمت بسیار عالی‌تر از بهر بهتون تقدیم میکنیم، با اون گارانتی که از مدل اصلی بیشتر کار کنه براتون و شما باز دوباره میتونید با همین جیوه ها همین فن هم دوباره احیا بکنید. لایک و فالو فراموش نشه. ما رو حتما دنبال داشته باشین. ویدیوهای قشنگتری براتون میذاریم راجع به معرفی کالا، تشخیص کالای تقلبی از اصلی و همینطور رفع مشکل راننده ها و حتی فروشنده ها.